من سرکار هرناندزم. کی؟ سرکار هرناندز. من با تمپنی. ای تازه چه خبر؟ احترامو باید مثل پول کسب کنی سوید. پس منظورت چیه؟ تو به من احترام نمیذاری؟ منظور من اینه که حرف دلتو بزن نیگا. من گشنمه. پسر مرد نمیتونه بدون غذا زندگی کنه. من اینو میدونم، یه دفعه امتحان کردم. کارل تو به نظر لاغر میای، باید گشنت باشه. آره گشنمه. شما احمقا چی میخواین بخورین؟ بازم تاکو عمرن. مرغ دیگه حرف نباشه. من مرغ میخوام. کار تو رانندگی کن، اسموک داره جونش بالا میاد. مامان چطوری کشته شد؟ بعد دربارش حرف بزنیم. ما باید دربارش حرف بزنیم. اونا به خاطر سویت اومده بودن. از کجا باید بدونی؟ تو که مردمو میشناسی. میگم اونا تو رو دوست دارم ولی هیچی نمیگن. لعنتی ترسیده. کار تو چی میخوری؟ باید غذا بخوری تا انرژی داشته باشی. من شماره 9 سفارش میدم چاقالو. به منم شماره 9 بده مثل همین. به من شماره 6 با سس اضافه بده. من 2 شماره 9 میخوام، یه دونه 9 بزرگ و شماره 6 با سس اضافی و شماره 7 و شماره 45، یه دونش با پنیر و یه نوشابه بزرگ. ای متاسفم برا، میدونی که من باید راجع به مادر بدونم. میدونم سی جی، میدونم. من فقط دارم سعی میکنم که راجبش فکر نکنم. فقط همین. من حتی نمیدونستم که تیر خورده تا اینکه همه چی تموم شده بود. آره حالا بذار غذامونو بخوریم. گوشت گاو این طرفا پیدا نمیشه. از خوردن این غذا خسته شدم. منم از غذای سرد بدم میاد. برعکس تو هیچ وقت سطل آشغال غذا نخوردم. لعنتی. آره جون خودت. غذای منو بده. هی نگاه کن، اونا کیان؟ کجا دارن میرن؟ ای اون عوضیه دارن میرن به محل ما. آماده باشین. گاز بده. برو. گازشو بگیر. چرا هیچ کاری نمی‌کنی اسمو؟ هر وقت غذام تموم شد میزنمشون. ببرون زبون لعنتی. بزن بریم. من بس نمی کنم. من غذامو دوست دارم. اون عوضی رو بکشی. نه چه خوبیه. اسمو قیافت اونجوری نکن. برو سراغ بالاسا. میخوام از غذام لذت ببرم. اون احمقا میخوام ما رو بکشن. یالا اسموک شلیک کن. من فقط دارم گوشتمو تمام میکنم. غذای مخصوصم. لعنتی همه سوسا رو ریخته رو صندلی. کارون جلوه عوضی. کارون جلوه. ولی شلوار من تمیز بود. دیجه حواست کجاست؟ مراقب باش. خفه شو عوضی. این وضعیت فوق العاده است. سودام همش ریخته رو زمین. یه دقیقه حواست اونو پرت کن. حواست به ماشین بالاستا باشه. مرد اوضاع واقعا بد بود. آره اون بالاستای احمق دیگه هیچ وقت این کارو نمیکنه. کار بیا برگردیم به گروه. اوکی باشه. مرد اون احمق سوراخو پر کرد. کی عوضی؟ دفعه بعد خوب خودت دست به کار شی، اگر نه خودم این کارو میکنم. اسموک آخه تو خیلی پهنی. برای همین تو منو دوست داری عزیزم. اون مال گروه. چی گفتی اسموک؟ همه این کارا رو کردید چی غذای منو بخورید؟ آره داشت سرد میشد. همگی میایین سراغ بیر؟ نه عزیزم من باید برگردم خونه. سی جی منو سوار کن. باش اسموک بزن بریم. بعدا میبینمتون. اونجا چه اتفاقی افتاد؟ مرد اگه تو بتونی غذا تو بخوری وقتی همه از دست دادنش. سرزنش تو نه تو درستی پسر. چی؟ هیچی فقط یه شعر گفتم. هی اسموک تو چرا از گروه رفتی؟ من یه خورده پول از عموم گرفتم. میدونی اینجا جای قشنگیه.
ولی گروه قلب من سی جی، چون تو اونجا زندگی میکنی. آره باشه هامی. متشکرم کارل. ببین دلم برات تنگ میشه. متشکرم مرد. کاش سویتم اینطوری فکر میکرد. منظور سی جی نیست، اون هنوز بابت مادرتون ناراحته. یه اسموک بگیر و راحت باش.